اولین ایرانی هستیم که از رویزاد چینی داریم براتون فیلم میگیریم. 5 روز کلا اومده تو بازار. قیافه و رخ و نها کنین. فیس رویزه. اینم داخلشه. سیستم صوتی نایم داره. تمام آپشناشو روی در، روی این قسمت بغل. با اینجا هم یه دونه مانیتور داره که اینم قابلیت این داره که بیاد بیرون، ولی الان نمیشه کنترلش کرد. یه چیز جالب داره که این قسمت بالا تلویزیونش با یه دکمه میاد جلو. اینو میزنین میاد جلو، مانیتورش باز میشه. موقعی که نخواستین میبندینش میره داخل پشت که کلا سانروف مشخص باشه. کار چوب نها بکنین از 2 رنگ تشکیل شده. حالا چرم سفید رنگ با آبی رنگ. الان اینم باز شد. نها کنین چقدر قشنگ. ارتفاع ماشین فقط ببینین. این قسمت LED هاشو میبینین کریستالی رنگ داخلش. نها بکنین چقدر بزرگه فقط این ماشین. نها کنین چقدر جا داره. اینم میاد پایین، میتونین روی این بشینین ماهیگیری بکنین. از تنظیم صندلی تا تنظیم ارتفاع ماشین، اینم برای کنترل کردن ایناست که بتونید بخوابونین. دیزاینی که می‌بینین از یات الهام گرفتن که لاکچری بودن ماشین نشون میده. واقعا ماشین منحصر به فردیه. نگاه بکنین. این قسمتش از چوب وارداتی از اروپا استفاده شده. این قسمت داخلش اینجا هم یه هداپ خیلی بزرگ داره، یه مانیتور کاملا این قسمتشه. تمام چیزای دیگه‌ش هم مثل ماشین دیگه سیستم کنترل صوتی داره که میتونین باهاش دستور بدین که چیکار بکنه. مثلا من گفتم اینو باز کن، الان بازش کرد. و پشتم که ببینید خیلی چیز ماشین جاداریه. این یکی از ماشینایی که شبیه رویز زدن و توی چین خیلی الان پسند دارن. جلو نگاه بکنید یه دونه با BMW طرف اومده اینجا مثلا که این ماشین رو نگاه بکنه بخواد بخره. خیلی هم که اینجا هستن این ماشین الان سفارش دادن خریدن. همه چیزاش رو درش نگاه بکنید. کنترل این گرم کنشه، ماساژورشه، تنظیم درجهشه، تنظیم صندلیشه. 1200 تاپس سیستم پردازش خودرانشه که تو این قسمت میزنین بایای میره. افتاسدش از لامبورگینی هم بیشتره. فکرشو بکنین 3 ثانیه ماشین 3 تنی. اینایی که اینجا نوبت گرفتن که این ماشین رو ببینن، خیلی هاشون هم پیش پرداخت 5000 یوان دادن که این ماشین رو بخرن. یعنی این ماشین هنوز نیومده بود اینو خرید کردن. اینو گذاشتن که مشتریاشون که پیش پرداخت دادن بیان ببینن از نزدیک. 1200 تا LED داخل اینا به کار برده شده. این سیستم صوت، این سیستم آبی هم که می‌بینین برای رانندگی خودرانه. یعنی شما آبی رو می‌بینین این ماشین کاملا تو حالت خودران داره میره. یه سیستمی داره که من با این انگشت میتونم کنترلش بکنم. دراشو باز و بسته بکنم. از استون مارتین، پورشه، بنز و BMW گرفته، صاحباشون اومدن این ماشین رو ببینن. ماشینای چینی دارن جایگزین ماشینای اروپایی میشن کم کم. واقعا چینی‌ها تو فکرشن. به نظر شما این ماشین میارزه بخرین یا نه؟ الچینی هم که میشناسین. فالو یادتون نره.